إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. سوره را به نام سوره انفال یاد میکنه که انفال جمع نفل است. نفل چیزی زیادی را میگه، عبارت از غنیمت است. تشریحش میکنیم چون همین نفل یکی از جمله موضوعات داغ در بین صحابه کرام سبب اختلاف شده بود. الله متعال حقیقت امر انفال بیان میکنه و آن یک قسم هدایات یا دستوری را الله متعال میده که سالا صحابه کرام چشمشان طرف غنیمت دوخته نباشه. تربیت اخلاقی صحابه کرام الله متعال به سیستمی میکنه که صحابه کم همت یا نعوذ بالله چشمشان طرف مادیات دنیا به هیچ وجه نباشه. این موضوع خیلی اهم موضوع است و در اول سر صورت هم ذکر شده. از خاطر کلی صورت به نام انفال یاد میکنه، با وصفی که در این صورت الله متعال مسائل خیلی زیاد بیان میکنه، حالات مسلمان ها را و کامیابیشان، حالات کفار و شکستشان و واقعی غزوه بدر است که یکی از جمله غزوه هایی که از او بسیار برداشت های بزرگ درسی و تربیتی نظامی سیاسی برای مسلمان ها موجود است. از او خاطر این صورت چون تعلقش به یک از جمله اموری که به نام سنام الاسلام جهاد یاد میشه تعلق داره، از او خاطر خیلی مهم است. از مسائل داره که یقینا چون مسلمان ها همیشه ضرورت و نیاز به جهاد داره، آداب و شرایط جهاد و همچنان چی سبب کامیابی میشه او را الله متعال در این صورت بیان میکنه. در صورت های قبلی، در صورت قبلی سوره اعراف، اونجا جهاد به سنان لسان بود، به زبان جهاد کردن بود، چرا که انبیاء علیهم السلام به امرای امتهای خود جهادهای زبانی کرده بود، دعوت داده بود به سوی توحید الله. در اینجا جهاد به سنان است، یعنی به شمشیر، بیان از اوست. در امتهای سابقه قبل از موسی علیه السلام اگر کسی دعوت انبیاء علیهم السلام نمیپذیرفت، الله متعال امو امت بعد از اینکه حجت سرشان تمام میشد هلاک میساختش مکمل. اما بعد از موسی علیه السلام جهاد مشروع شد، امتها در صورت سرپیچی از دعوت انبیاء علیهم السلام هلاک نشدند، بلکه مسئله جهاد برآمد. توسط جهاد این مردم ذلیل و خوار میشه، کفار همیشه بعد توسط جهاد ذلیل و خوار شود. اگر بخواه مسلمان ها که ما عزت حاصل بکنیم بدون جهاد نمیشه. از همون خاطر است که یک رابطه صورت با صورت قبلی در نمی موضوع است که هر دویش موضوع جهاد است، لیکن فرق است، یکی به زبان بود و یکی به شمشیر است. یا در صورت قبلی الله متعال بیان شجاعت توسط بیان کردن مسئله توحید به زبان ما اصلا شجاعت بخشید که انبیاء علیهم السلام هر وقت که دعوت آغاز کرده بود یک نفر بودن و دعوت توحید الله را اشکارا بدون ترس و هراس از کسی شروع کرده بود، با وصفی که از طرف قومشان با عکس عملهای خیلی نادرست و ناگوار مواجه شده بود، اما و دعوت خود ادامه داده بودند. و در اینجا الله متعال ترغیب به سوی قتال میده که مسلمانان وظیفه شما عالی تنها دعوت نیست، دعوت ضمیمه جهاد است، چرا که بس اوقات تنها دعوت کفایت نمیکنه او تنها دعوت اگر باشه کفار خیلی خوش است. از همون خاطر اگر ما بستره تبلیغ پشت کنیم در امریکا و در انگلستان هم چکر بزنیم کسی ما را مانع نمیشه، اما زمانی که آیات جهاد تفسیر میکنیم تشریح میکنیم ولو که دستری کوی هندوکش افغانستان هم باشه و اونجا بد میدانه. بارها ما براتان گفتیم که گروه ها خیلی زیاد است در دنیا، در هر مملکت به نامهای خیلی زیبا و جالب، نامهای خیلی زیبا داره، اما یادتان باشه که یک نقطه مشترک در بینشان موجود است، نفی جهاد عملی و فیزیکی و رای دعوت یا ذهن سازی را یا این گپا را در پیش کردن. این در حقیقت امو آرزوی است که دنیای کفر و غرب میخواه که باید مسئله جهاد عملی قطعا از میدان ورداشته شود.
در اول صورت آیت هایی که متعلق مسئله غنیمت است. صحابه کرام در میدان جهاد سه طایفه شده بودند. یک طایفه دشمن تعقیب کرده بودند، دشمن شکست خورده بود و یک تعداد دنبالشان رفته رایی بودند که پس دور نخوره، حالت ضعفشان است، باید توجه ایره تعقیب بکنه که باز دیگه جمع شده نتانه، همت پیدا نکنه. یک تعداد در جمع کردن غنیمت ها شروع کردن و یک تعداد حراست یا حفاظت و پیرداری پیامبر صلی الله علیه و سلم وظیفهشان بود و حفاظت میکرد. زمانی که غنیمت ها جمع شد، یک نوع اختلاف در بین صحابه آمد. امی یک نوع اختلاف در بین صحابه سری موضوع غنیمت بود. از امو خاطر یک اختلافه که خورده در بین صحابه واقع شد. اختلاف همیشه سبب شکست و ناکامی هر طایفه است، ولو کافر باشه یا مسلمان. اتفاق سبب کامیابی است. الله متعال نمیخواد که کسی اختلاف بکنه، باز اختلاف هم سر امور مادی باشه، یعنی امر وجه اختلاف در بین صحابه شود. یادتان باشه الله متعال صحابه کرام اگرچه معصوم خونیستن از گناه، اما الله متعال بر ازوا توفیق حفاظت برش داده که از گناه خود نگاه میکنه. اگر گناه از پیششان شود، الله توفیق توبه را برشان نصیب کرده. دوم است که الله متعال برای پیغمبری خود که آخرین معلم مکتب بشریت است و دعوت ازی همگانی و جهانی است، باید لشکر و افراد پیغمبرم لشکر و افرادی باشه که هر حرکتشان نمونه و الگو برای آینده انسان ها باشه. وقتی شما واقعات صحابه کرام مطالعه میکنی، از ایثار و فداکاری، از اخلاق و ایمان، از صداقت و راستیشان، از امانتداری و ایثارگریشان، انسان تعجب میکنه. چرا؟ به خاطر که این تربیه الله متعال این استعداد یا قابلیت این تربیه را برشان نصیب کرده بود که توسط پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدرس و مربی یا تربیه شوند. الله نمیخواست صحابه کرام دون همت باشه، نظرشان سری مادیات دنیا باشه. کسی که در ماحول پیغمبر زندگی میکنه باید این مسائل قطعا در نظر نداشته باشه. الله میخواست ذهن صحابه را مکمل پاک بسازه، توجهشان طرف آخرت و برای اعلای کلمت الله برگردانه. از امو خاطر است الله متعال یک فیصله میکنه. یسألونک عن الانفال، از تو سوال میکنه در مورد غنیمت ها. قل الانفال لله والرسول، بگو انفال کلش ملکیت الله متعال است. او رسول نافذ کردن یا تقسیم کردن ازی در دوش رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار داره. در این نکته های خیلی بسیار بزرگ است. اول یکی غنیمت است، یکی فی است، یکی انفال است یا نفل برش میگه. نفل چیزی زیادی را میگه. نماز نفل به خاطر میگه که زاید از فرض است. روزی نفلی چیزی زیادی است. نواسه را هم نفل میگه به خاطر که از اولاد کرده اضافه نواسه شده، او را هم نفل میگه. اصل هدف مسلمان ها در جهاد و مبارزه اعلای کلمت الله است. غنیمت یک امر ضمنی است که در پالویش آمده، از او خاطر یک چیزی زیادی است. و اشاره به این میکنه الله متعال که مسلمان هیچگاه نظری اصلیش سری مسائل غنیمت و مادیات و اسباب و سامان لشکر دشمن نباشه. هدف از یا فقط اعلای کلمت الله است. این غنیمت ها به دست میاد یا نمیاد؟ البته امی غنیمت ها قبل از اسلام در ادیان دیگری و به هیچ کس هم روا نبود که از او استفاده بکنه. از امو خاطر پیغمبر علیه السلام در حدیثی که میخواه که برای در 5 چیز خصوصیت داده شده، یکیش غنیمت ها را میگه که غنیمت ها خاص برای من حلال کرده شد که استفاده بکنم. امت های سابقه استفاده کرده نمیتونستن، بلکه هرگاه جهاد میکردن غنیمت میگرفتن، در یک کوی بلند و تپه بلند میگذاشتن. آسمان اگر جهاد از یا قبول به نزد الله شده بود، آتش از آسمان پایین میشد، غنیمت ها مکمل میسوخت. اگر جهاد مقبول نمی بود، این علامش بود.
غنیمت ها آتش نمی آمد که آره بسوزانه، اما طور باقی می ماند و کلگی از این مال بسیار نفرت میکرد، به خاطری که جهاد قبول نشده بود، از او خاطری مال بسیار بد یا بدشگون میدانستن، از پیش استفاده نمیکرد. الله متعال برای پیغمبر صلی الله علیه وسلم غنیمت ها را حلال کرد که از او استفاده بکنه. آلی یک کیفه است، هر مالی که از کافر بدون جنگ، بدون مبارزه و محنت به دست میاد، یا به طریق هدیه یا به طریق تحفه یا به طریق جزیه، کلی از یا به نام فی یاد میشه. و هر مالی که توسط جنگ و محنت به دست میاد از کافر گرفته میشه، ایره به نام غنیمت یاد میکنه. و هر مالی که امیر مسلمان ها جایزه مقرر کنه برای یک فرد خاص یا گروه خاص از مجاهدین، او را به نام نفل یاد میکنه. یعنی غیر از غنیمت برای از یک چیز اضافه را برش داده رایسته، چیزی که حصه غنیمتش میرسه خو میرسه، لیکن یک چیز اضافه هم جایزه برش مقرر کرده. هر کس فلانی سنگر را گرفت، تمام سلاح همون سنگر از اوست. هر کس فلانی کافر را قتل کرد، اینی چیز برش داده میشه. چرا اختیاری ازی، ملکیت ازی، اصل مالک غنیمت الله است. چرا که تو جهاد برای الله کرده، لیکن آلی همی تصرف در پیش الله متعال است. وقتی که مال به الله تعلق بگیره، الله اجازه تصرفش به پیغمبر صلی الله علیه وسلم داده. آلی در مال فی و غنیمت 5 حصه میشه، یک حصهش برداشته میشه برای بیت المال، برای مصارف عمومی، برای آن چیزی که عام مسلمان ها برش نیاز و ضرورت داره. باقی را باز تشریح میکنه. از غنیمت خو اینجا که او را پیغمبر علیه السلام باز تشریح میکنه. امی قسم فی خو گوی اطلاق انفال بالای مالی غنیمت، مطلقی مال میشه غنیمت. خدا کنه فی باشه، خدا کنه که به زور گرفته باشه از کافر، یا همونطور در دست آمده باشه. پس کلمه انفال دو مطلب یا دو مفهوم پیدا کرد. گاهی خاص معنا داره که عبارت از او جایزه یا انعامی است که امیر مسلمان ها برای لشکر یا برای یک فرد خاص مقرر میکنه. و گاهی انفال مجموعه غنیمت و فی اردویش به نام انفال یاد میکنه. اینجا الله متعال ذهن صحابه را ساخت که انفال برای ملکیت الله است. اصل دنیا کلش ملکیت الله است. به طریق مجاز یا به طریق موقت الله اجازه تصرف در بعضی اموال که رحمت خود پیدا میکنه در او اجازه داده. اما اصلی میراث آسمان ها و زمین کلش برای الله است. خالقش است، مالکش است، متصرفش است. مال غنیمت چون که به جهاد و مبارزه به دست میآید، تو خود مبارزه را به خاطر رضای الله کرده، پس همین ملکت هم برای الله تعلق میگیره. در ظاهر وقتی که گفت که ملکت مکمل از الله است، کلگی دیگه قناعت کرد. او صحابه دیگه گپ هم نمیزدن. بعد از این میگه ور رسوله دیگه برای پیغمبر است، یعنی راه نافذ کردن یا تقسیم کردن از این پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم قرار داره. بعضی واقعات جزئی دمی غزوه بدر دیگه هم واقع شده که مثلا یک صحابی سعید ابن العاص رضی الله عنه او برادرش عمر رضی الله عنه شهید شد، قصد کرد سر مقاتل از او زد، پورا امو شمشیرش گرفت. بازور پیغمبر علیه السلام گفت که در غنیمت شامل کو. او دلش نمیخواست، در دلش میگه ما حمله کردیم بیادرم شهید شده، باید امی از ما باشه. سلا را عربا خیلی زیاد دوست داشتن. الله متعال وقتی آیات روان کرد، صحابه کرام قرار دیگه توقف کردن استاپ شد. منظوری الله متعال است که شما هدف و نظرتان سر این مادیات قطعا نباشه. خب چی چیز است که انسان وادار به اطاعت می سازه و واقعا انسان پابند به دستورات الله می سازه؟ کدام چیز است؟ نیروی خارجی باشه که ما شما را کنترل کنه؟ نه. در اینطور موقعی که همه خدشه ها یا سخنی که در قلبت خطور میکنه، وسوسه های شیطانی از هر طرف میآید، تو را دیگه هم تحریک میکنه که هم خون بده، هم جان بده، هم حتی قدرت تصرفی یک شمشیر از گرفتنش نداشته باشی. مثل که در میدانای جهاد ما افراد از قماندانا به می سیستم چی میشد؟ خفا میشد.
که وی من یک قدر وقت تو بودم مالی این قدر اختیارات ندارم. امی گپ است. امروز در دوایر دولتی هم امی گپ است. از کدام وکیل یا وزیر مردم گله میکنه میگه من قدر وقتی تو بودم حالی اختیاری نیرم ندارم. اما اختیارات در این طور مسائل فقط و فقط به شریعت است. خود انسان حاکم نمیگردانه که من این موضوع را بکنم. نه، چی چیز امی گپا را، امی وسوسه ها را، اینمی خدشه ها و کینه هایی که در قلب پیدا میشه مها را میتونه. فقط یک چیز است، فاتقوا الله، از الله بترسی. بس اگر تو وقتی بنده الله خود معرفی میکنی، مکمل تسلیم میکنی خود به قانون الله، چیزی که قانون الله برات دستور میده. الله برات گفت هر چیزی که از کافر میگیری در غنیمت است. خلاص شد دیگه. بعد از او امر مهمی که خیلی اهمیت داره، قرآن نور اشاره میکنه واصلحوا ذات بینکم. مال چیز که سر سبب اختلاف شما شود، یک جماعتتان بگه که ما مستحق هستیم، دیگه تان بگه که ما مستحق هستیم. نه، همیشه در صدد ازی باشه ذات بین، رابطه یا تعلقات با همی را میگه. همیشه اصلاح کنه تعلقات ذات البینی، یعنی با همی تانه هیچ وقت بغض و حسد در بینتان پیدا نشود. چرا که راز کامیابی شما با وصفی که از نگاه اسباب و وسیله، از نگاه افراد خیلی کم است در مقابل دشمن قوی نمی گپ است. چرا که یک عقیده و فکر و یک قسم محبت در بینتان است. معلوم شد که هر مبارزه اگر در بینشان همی قسم وحدت نباشه، اعتمادی قوی نباشه، کامیاب نمیشه. این را یاد داشته باشه. و اطیعوا الله و رسوله. اصلی کامیابی از کجا حاصل میشه؟ انسان نگویه که ما اینمی قدر خوب ماهر بود، ولی خوب سیاست یاد داشت، خوب تاکتیک یاد داشت. نه، اصلی کامیابی از اطاعت الله و رسول الله حاصل میشه. الله میگه و اطیعوا الله و رسوله. شما اطاعت الله و رسول الله را بکنید ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمن است. تقاضای ایمان اطاعت الله و رسول است. و در یک نوع اشاره به ایام است، یعنی اگر اطاعت الله و رسول نکردی مؤمن خو نیستی دیگه. معلوم شد که مؤمنات دو قسم است. یکی زبانی، مؤمنای زبانی اون است که در زبان میگه الله و رسول الله را دوست داریم، اطاعتش میکنیم، اما در زندگی عملی چیز دیده نمیشه. اینطوری مؤمن شده نمیتونه. مؤمن وقتی میشه که واقعا سری خود تطبیق کنی. اینجا فرمان الله یک چیز میگه، اما خواهش نفسی ما دیگه چیز، خواهش اولاد ما دیگه چیز، خواهش پدر مادر دیگه چیز، خواهش منطقه و مردم دیگه چیز، خواهش دوستا و اقارب دیگه چیز، خواهش دولت و حکومت دیگه چیز. کلی گپار در مقابل فرمان الله متعال قرار بده، فرمان الله را ترجیح بده، ولو که به تاوان نفس تمام میشه. اینی را مردم ایمان میگه. مفهوم ایمان صحابه فهمیده بودن، اما ما امروز فقط میراثی مسلمان هستیم، مفهوم ایمان نمیدانیم. از همون خاطر است که دستور الله در مقابل امور دیگه واقع میشه، امور دیگه را ما ترجیح میدیم. سنت رسول الله، اطاعت پیغمبر که در مقابل امور دیگه واقع میشه، ما اطاعت پیغمبر را یاد خودم نمیاریم، بلکه دیگه چیزها را ترجیح میدیم. تمام بدعت ها به خاطر چی میشه؟ فلانی خفه میشه، فلانی خفه میشه. به خاطر خفگان فلانی ما همه احکام دین خود زیر پای کرده رایستیم و میگیم که برو ما باز مؤمن هم هستیم. قرآن میگه نه، این کنتم مؤمنین. از این نکته این کنتم مؤمنین صحابه میفهمیدن که از این نکته چقدر برداشت قوی کردن. آلی بعد از این در تمام میدانهای جهاد صحابه کرام اینطور نیست که توجهشان در طرف مادیات دنیا باشه. فقط تسلیم کیست؟ الله و رسول الله. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله. بله، مؤمن واقعی کیست؟ الله معرفی میکنه، صفات مشخص از او را ما بیان میکنه که اگر کسی دعوای ایمان حق میکنه، ایمان حقانی را، مؤمن واقعی را، بعد این صفات را داشته باشه. اینی ترازوست، طول کنه خدا. ما باید طول کنیم در این صفات که یقینا همین نکته ها موجود است. انما المؤمنون، یقینا مؤمنای واقعی، الذين مردمای است اذا ذکر الله، در آن وقتی که یاد الله کرده شما، وجلت قلوبهم، میترسه از یاد الله متعال، آن عقیده عظمت و بزرگی او هیبت الله که در قلب از وجود داره، وجلت هیبتناک میشه، میترسه قلوبهم، دلهایشان. الله وقتی که یاد الله میشه،
چون عظمت الله قوی، صفات الله را شناسایی داره، یک دم قلبش در حالت چی میشه؟ هراس. یک صفت. و اذا تلیت علیهم آیاته، وقتی که تلاوت کرده میشه بالای از این مردم مؤمنا آیاته، آیاتای الله متعال، زادتهم ایمانا، زیاد میسازه یاره ایمانشان دیگه زیاد میشه. کدام نوری که در قلبشان وجود داره ای زیاد میشه، قوی میشه، زیاد میشه. و علی ربهم یتوکلون، بالای خاص الله خود اعتماد داره، سری اسباب ظاهری اج وقت اتکا نداره. این صفات مؤمن است. پشتی سر هم میاد دیگه صفت ها برای ما بیان کرده رایسته. 5 صفت الله بیان میکنه، بعد از میگه که یا مؤمنانی واقعی است. اول صفتش که الله یاد نام الله گرفته میشه، در قلبش یک ترس پیدا میشه. ما طول کنیم یقینا که الله نامش گرفته میشه چطور است. اگر ما بگیم که الله اینی طور فرمان داده، اینی قسم گفته، بعد بترسیم. اوه، حالی که در مقابل کلگی پدر مادر، نفس و طبیعت ما، اولاد ما، دوست ما، اقارب ما کلگی واقع شده باشه، نه، ترس ما از الله زیاد باشه. وجلت قلوبهم، اتو نباشه. این دو مطلب داره. یکی که الله یاد کرده شوه، یعنی حکم الله، فرمان الله برش برسه، در اجرای از او، در انجام از او دل دیگه یک دم بیقرار میشه، میترسه که زود بعد ایره در سر برسانم. مثل که اگر پادشاه یک حکم کرده باشه، یک نفر میگه فلانی امر کرده، در دوایر دولتی اگر کسی کار کرده که رئیس برش بگویه، سکرتر که رئیس امر کرده، با سعی میکنه که دویدن شروع. دمی آن واحد او امر خلاص میکنه، چرا رئیس امر کرده. اگر در مراتب پایین کسی باشه، برو اونجا مندازه شه، باز میگه کدام وقت در کار مندازه میشه. معرفت قوی با الله متعال انسان وادار به این میسازه که عظمت الله در قلبت است، حکم و فرمان الله رسیده دیگه. وجلت قلوبهم، در اجرای عملی کردن حکم الله دلش در ترس میشه، تلاش میکنه که این حکم الله بعد زود انجام داده شه. یک مانا است. دوم مانا، زمانی که یاد الله کرده میشه، ذکر میکنه، سبحان الله، الحمدلله میگه، قلبش یک دم مشتاق میشه، میپره طرف الله متعال. ترس داره که مبادا الله متعال مرا نگیره که من قصور و کوتاهی داشته باشم. قرآن خو برای ما وظیفه را بیان کرد که از عظمت الله متعال ترس، یعنی ترسی که از عظمت الله در قلب پیدا شده. دو قسم ترس است. یکی ترسی که از دست شر و از دست مصیبت به انسان پیدا میشه، مثل که از دزد و از ظالم آدم میترسه. نه، ترسی که از عظمت پیدا میشه. ترسی که از عظمت پیدا میشه کیسته؟ سکرت میکشه، بچه میگه پدرت آمد. او دستی دیگه، حالی که دستشان میسوزه، سکرت دمو دست گرفته، دستش سوخته رو ایسته. چرا؟ به خاطر که پدر پیشش قدر و قیمت داره. ایره میگه عظمت. یکی ترسی با عظمت است. قرآن خو میگه اول نشانه مؤمن است که ترسی الله در قلبش پیدا میشه. اما کسی که ذکر الله را میکنه باز رقص میکنه، باز میفته، او چطور است؟ او معلومی ایمان است. یک. و اذا تلیت علیهم آیاته، وقتی که تلاوت کرده میشه بالایش آیاتای الله، زادتهم ایمانا، زیاد میشه برای از یا ایمانه. هر وقت که تلاوت میشه، مؤمن کسی است که بار بار قرآن میشنوه، سبب تقویت قلبش دیگه میشه. زادتهم ایمانا. اینجا مراد از این تنهایی نیست که زیادت ایمان بیا، اطمینان هم پیدا میشه. الله به ذکر الله تطمئن القلوب. طور پراگندگی نباشه، استراب و پریشانی نباشه، قلبش مطمئن پخته و دیگه زیاد شدن میره. یکی خو احکام الله، اگر ما یک دفعه فرمان نماز میرسه، بعد از او فرمان روزه میرسه، ما زیادت میکنیم، ایمان دیگه هم زیاد میشه، قوت پیدا میکنه. چرا؟ به خاطری که پرده های نعوذ بالله مادیات پرستی، پرده های جهالت، پرده های گناه ها که اونمو روشنی ایمان یک کمی خیره کرده بود، و چی میشه؟ از بین میره، خود به خود دیگه هم تازه میشه. این نمیسته که حلاوت یا شیرینی ایمان انسان چی میکنه؟ میچشه.
از خاطر در حدیث از این تعبیر به حلاوت ایمان شده، شیرینی ایمان میچشه. دوم تشریح است و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم، وقتی که تلاوت میشه آیات الله سری از یا ایمانشان زیاد میشه. مراد از این تلاوت است که بار بار تلاوت میکنه، مطلب میگیره و این سبب دیگه اطمینانی از او میشه، دیگه اطمینانش میشه، قوت پیدا میکنه، می ایمان قلبش قوت پیدا میکنه که روشنی قلبی از این بسیار وسیع میشه. اگر سابق دیدی خیلی کم داشت، حالی خیلی دیدی زیاده پیدا کرده. شما در تفسیر ای را یاد داشته باشید، هر قدر که آیت قرآن کریم تکرار میکنی مطلب قرآن براتون خوب واضح میشه، یکی او دیگه هم سبب قوت قلبتان میشه، روشنی بالکل اضافه میشه. خودتان اجازت به تفسیر نیست که خودتان یک آیت تکرار میکنی، نکات در ذهنتان میاد. یکی از جمله اعجاز قرآن کریم است.